کسی به هر نحوی در این فیلم ایفای نقش کرد و یک گوشه از اون فیلم تکمیل کرد. یعنی یک پازل بود که هر سر جای خودش آمد قرار گرفت تا من خودم نشستم باور کن گریه کردم. گریه درد، گریه آوارگی، بدبختی، جوانهای ما در رانی در دریا غرق شدن و کشته شدن و مادرها همچنان چشم گذار هستند. اقوام خود ما هنوز فرزندش نیامدن، 15 سال هنوز چشم گذار. باور میکنید این چیزیه که نصیب ما مرد شد. انشاءالله که هر چه زودتر این مشکلات و این دردها و این گرفتاری‌ها برطرف شد. بفرمایید جناب آقای یورش عزیز، بفرمایید. من یک چیز درباره آقای کریم یورش میگم. وقت یک مشکل برامون پیش اومد، نقش دیدیم خیلی کوتاه بود. هر کس میخواد بازیگر شه اول باید اصولش یاد بگیره. وقتی من داشتم درخواست کردم که نقش بازی کنیم، اصلا برای من نگفت نقش کوتاه است، من چرا زیاد نقش دارم، چون بازیگر هستن عشق با بازیگری دارن. بازیگر والا یک ثانیه شما روی اسکرین باشین، در یک ثانیه در گذر زمان 24 تا فیلم رد میشه. یک فیلم شما اگر بازیگر اصول با سینما را پایین، یک فیلم بازی میکنید. آقای کریم یوریش هم خودم تقدیرنامه را میتونم از طرف گلدن اسکرین پروداکشن، چون همون شایستگیشان داره. انشاءالله کارهای آینده آقای یوریش با من میبینید بیشتر انشاءالله. دوستان دقیقا هم همینطور است. کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است که واقعا درست بدرخشید. تشکر از شما جناب آقای یوریش. ما با گرفتن از این لحظه سپاس و تقدیرنامه تعهد میسپاریم در جمع همه شما عزیزان که نگذاریم که مشعل فروزان سینما خاموش بشه. همیشه مشعلدار سینما افغانستان خواهیم. سرکار خانم هانیه تقی‌زاده.